زنهایی که با نام سنم هستند، از همان زنها خواهش میکنم که این ثبت را تا آخر خوب گوش کنند و از همه پدران و مادران خواهش همین است که چنین نامها را به فرزندهایشان اصلا نگذارند. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم چنین نامها را نگذاشتن را تأکید کردند. آیا میدانید اینها کدام نامهایی هستند؟ پس نوا را تا آخر گوش کنید، ان شاء الله خواهید فهمید. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. وظیفه پدر و مادر نه تنها برای فرزند تربیت خوب دادند، بلکه خدا را شناختند، اسلام را فهماندند و به فرزند نام خوب گذاشتن را بر ذمه پدر و مادر است. یعنی که نامی که میگذاریم معنای خوب داشتنش لازم است. در این باره حدیث و تاریخ صحابگان است. مثال در بین صحابگان نفرانی بودند که نامهایشان را عوض کردند. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم نام بودها را به فرزندهایشان گذاشتن را تاکید کردند. در دوره های محمد صلی الله علیه و سلم نام صنم خیلی زیاد بود. این نام یک بت بود که در شکل زن ساخته بود. حرام بودن این نام را پیامبرمان گفته بودند. زنهایی که نامشان صنم بود نام خود را عوض کرده بودند. مثل همین با انسانها نام خدا را گذاشتن و آنها را با نام خدا فریاد کردن منع کرده شده است. اگر یک انسان دیگری را با نام خدا فریاد کند، این خیلی گناهی کلان است. پیش از نامش را گرفتن جمله عبد را گذارد. مثلا عبدالله می شود، یعنی بنده الله. فکر میکنم از این دیدن نامی موافق نباشد. شاید بسیاری ها هر خیلی فکر کند، اما حاضر به شما مثال می آورم. مثلا بسیاری ما چنین نام ها را شنیده ایم: سلیم، رحیم، کریم، جلیل، ستار و قهار و همچنین نام ها را زیاد می دانیم و می شنویم. یا اینکه با چنین نام ها شناسمان را فریاد کرده باشیم، این نام های خداوند است. خوبش همین که اینها را باید رحیم نه بلکه عبدالرحیم، ستار نه بلکه عبدالستار، جلیل نه بلکه عبدالجلیل، جبار نه بلکه عبدالجبار، عبدالقهار گفته صدا کنیم خوب می شود. ما درباره مشهورترین صحابه پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم معلومات داریم که این کی هست؟ ابو هریره. همان ابو هریره که از پیامبرمان خواسته بود او را همه دوست دارد و مادر او را در راه راست هدایت فرماید. ابو هریره هست که شخصی نیست او را نداند. همین صحابه را یعنی ابو هریره را پدر و مادرش عبدالشمس گفته صدا میکردند. در زبان عربی شمس یعنی آفتاب هست. عبدو شمس باشد بنده آفتاب می باشد. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم صحابه را عبدالرحمن گفته نام گذاشتند. پس از پدران و مادران خواهش همین است که در نام ها نیز احتیاط باشید، زیرا هر نامی که ما میگذاریم فردا فرزندهایمان از گریبان ما خواهند گرفت. سبب با همان نامی که ما گذاشتن بودیم نه معنای خاص دارد و نه معنای دیگره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.